روز چند کار میکنی خاله؟ یارم میشه یک 100 یا 60 یا 80 اما میشه. واسه که در خانه چند نفر هستین؟ یک 5-6 نفر هستیم بچه متعدد برام. خب تنها خودت کار میکنی؟ تنها خودم. این خانه تان از خاله؟ کسی یک ذره عدد است. خوب هم یک ذره خاطر اینی دیوالش در زلزله ایتر شده. باز همین خوب بود اینی چوبر دادم مال یک ذره چی شود. تو بیا این طرف خاله جان. وای دی خانه زندگی می پیش نبرو نبافته که گم کو ایا چوبر پیدا کردم استونه را دادم مال بیخی چه کنی این کالا نه حالا اگه سر خودت خدای نخسته بفته؟ خود چه کنم بچه نه وای دا گرد چی میری تو مرا بگو ناکام نباش یک جایی کی میکنی بعد در سر از این ما 2,500 میتون. خدا مشکلات شما را حل کنه. در آینده ما کمک‌های دیگه هم داریم. فعلا یک چیزی هست شما حساب کنین ببینید چند هزار افغانی است. خدا پاک دنیا بده دنیا بخوری.